از حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: مسلمان واقعی کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند، یعنی از دست و زبان او آزار نیابند. و مهاجر واقعی کسی است که از آنچه خداوند منع کرده است هجرت نماید، یعنی از حرامهای خداوند خودداری کرده آن را ترک نماید. روایت بخاری و مسلم. برادر و خواهر عزیز، مسلمان واقعی باش، نه مسلمان زبانی. این حدیث گوهرباری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شعار زندگیت بگردان و کوشش نما تا کسی از دست و زبان تو آزار نیابند. و السلام علی من اتبع الهدى. برادر و خواهر عزیز، وقتی این حدیث گوهرباری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به تو میرسد، حتما آن را به دوستانت هم بفرست تا اجر و ثواب دعوتگران و مبلغان دین و شفاعت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نصیبت گردد. خدایا هر کسی که این حدیث پیامبرت را به دیگران میرساند، او را اجر و ثواب دعوتگران و مبلغان دین و شفاعت پیامبرت را نصیب فرما. آمین یا رب العالمین.